روز شما بخیر بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که شما را در 15 دقیقه با خبرهای روز در تاجیکستان و جهان شناس میکند. امروز سه‌شنبه 30 ایون خبر زیاد است و حالا با چندی از موضوعهای برنامه شناس شوید. 13 روز بعد فاجعه در آبهای دریای پنج نهایت جسد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان پیدا و برای خاکسپاری به نزدیکانش داده شد. حمله‌های بی‌سرنشین‌های روسیه حیاتی مردم آسایشته کنار زاپاروژیه اوکراین را پر از خطر کردند، ولی مردم میگویند زندگی ادامه دارد. پیشتر به ما نمی رسیدند. حمله ها همین 2-3 هفته پیش شروع شد. دستبند نجات بخش برای مردم اذیت شده از گرما. مقامداران شهر روم به خواهشمندان دستپانه می‌دهند که تغییر وضع سلامتی انسان را نظارت و سریع وقت به طبیبان اطلاع می‌دهد. در روز 13 جستجوها مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده از پیدا و شناسایی شدن جسد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزان‌آباد خبر دادند. جسد رهبری 46 ساله را در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین پیدا کردند. از این پیش روزهای 25 و 26 ایون در حدود همین ناحیه دو جسد راننده و یاور او را هم پیدا کرده بودند. مقامات گفتند مکان پیدا شدن جسدها در تخمیناً 20 کیلومتری جای وقوع فاجعه جایگیر است. همکارم مومن احمدی جزئیات این خبر را گزارش می‌دهد. جسد علیشیر میرزان‌آباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان را از دریای پنج پیدا کردند. این خبر را صبح 30 ایون عارف ناظمیان سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده در فیسبوک نشر کرد. با گفته او جسد در حدود دهه کشتی ناحیه شمس‌الدین شاهین در روی آب مشاهده شده، نجات دهندگان آن را بیرون برآوردند و به ساختارهای دخلدار سپاریدند. با گفته عارف ناظمیان تشخیص پوره طبی معین کرد که آن رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. هنوز معلوم نیست که مراسم ویدا با علیشیر میرزان‌آباد کی برگزار می شود. ماشین خدمتی علیشیر میرزان‌آباد روز 17 ایون امسال در ناحیه درواز بر رود 5 سرازیر شد. مقامات گفتند رئیس ولایت با همسر و دختری 2 سالش و یاور و راننده‌اش از دوشنبه به خاروق برمیگشتند. تا کنون جسد یا پیکری صدانشاه جناب علیشاه یاور و سینا مبارکشاه راننده رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیدا کرده به نزدیکانشان دادند. پیکری امینه امان‌الله و همسری علیشیر میرزان‌آباد و دختری 2 سالش عارفه تا حال پیدا نشده است. مقامات میگویند کارهای جستجویی رویابی و زیریابی برای پیدا کردن این جسدها ادامه دارد. علیشیر میرزان‌آباد که در گذشته در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است 46 ساله بود و از سال 2021 اداره ولایت بدخشان را بر عهده داشت. هرچند مقامات از شیوه رهبری و عملکردهایش در 5 سال گذشته ستایش کردند، گروهی از فعالان زاده بدخشان او را در سرکوب نارضاییان و بازداشت و حبس دیگراندیشان در منطقه تنقید می‌کنند. کناره‌های شهر زاپاروژیه جنوب شرق اوکراین که یک زمان برای ساکنان موکی امن و بخطر دانسته میشد، چند هفته به این سو ناآرام شده است. پهپادهای روسی زندگی مردم محلی را پر از خطر کردند. مقامات حرکت نقلیات جمعیتی را محدود نموده، خادمان پلیس امنیت این مناطق را نظارت میکنند. گزارش تلویزیون نسته شیوریم را همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند. برای اوکراینی ها سفر در کنارهای زاپاروژیه امن نیست. چند پیش در محله کوشاهم یک راننده مسافربر از حمله پهپاد روسی کشته شد. راننده نو به ایستگاه رسید که حمله شد. تمام در جایش مرد. راننده؟ بله. مسافران چی؟ مسافر نداشت. در خط جبهه جنوب زاپاروژیه ماهای اخیر زد و خورد کمتر شده است، ولی به گفته ساکنان انشاءات ملکی هرچی بیشتر مورد حمله های پهپادی قرار می گیرند. پیشتر به ما نمی رسیدند. حمله ها همین 2-3 هفته پیش شروع شد. گاه تا به مرکز شهر یا مکتب می رسید تمام. حالا باشد تا اینجا رسیدند. فناوری های نو در حال رشد هستند. چندین هفته پی هم از خانه بیرون شده نتوانستیم، اما در عموم بد نیست، زندگی دوام دارد. خدمات امنیتی هم فعالتر شده.
پلیس در راهها به مردم طرز حمایت از تهدیدهای امنیتی را شرح می‌دهد. برابر با این کارها برای اولین بار در بیرون از زاپاروژیه با نصب شبکه‌های ضد پهپادی آغاز کردند. مقامات محلی میگویند این یک چاره ضروری است چون به سرنشین‌های روسی هرچی بیشتر در این مکان پیدا می‌شوند. ماموریت شهر راههای حرکتی اتوبوس‌ها را هم محدود کردند. در این حالت برخی ساکنان مجبورند راههای دراز را پیاده طی کنند. من 2.5 کیلومتر راه را طی میکنم. ولی در بالای سرتان پهپادها پرواز دارند. پهپاد در همه جا هست. پس من چی کنم؟ زندگی دوام دارد. من والدانم را به حال خود گذاشته نمیتوانم. مثل همه به کار میروم، نصف راه را پیاده میروم. ترسناک است، همه میترسد. حالا کجا ترسناک نیست؟ ولی من نمیخواهم که دهه ما بسته شود. وقتی تهیه این گزارش بانگ خطر به گوش رسید. صدای پهپاد میآید و ما آن را میبینیم. با یک گلوله نارنجک انداز گذشت. یک ماشین را تعقیب کرد. در حالی که اوکراین حمله های پهپادیش را به درونتر خاک روسیه ادامه می‌دهد، قلمرو خود این کشور هم در برابر هجوم های بی سرنشین های روسی آسیب پذیر است. ساکنان در زاپاروژه هم با نظرداشت این تهدیدها زندگی همه روزه خود را پیش میبرند. در کتاب‌های نوی درسی در ترکیه نام آسیای مرکزی با ترکستان عوض شده است و این دیگرگونی بعض نگرانی‌ها را در تاجیکستان یگانه کشور فارسی زبان منطقه به وجود آورد. مقامات ترکیه ادعا دارند که با این راه نام تاریخی منطقه برقرار خواهد شد. دیگران باور دارند که انقره با این راه می‌خواهد نفوذ خود را در منطقه بیشتر کند. این موضوع را خبرنگاران ما پیگیری کردند و خلاصه‌اش را پیش از برنامه از همکارم کیومرث عطا پرسیدم. خیرامان، تا این دم در کتاب‌های درسی تاریخ در ترکیه منطقه‌ای که ترک‌های معاصر از آنجا برآمدند آسیای مرکزی نامیده می‌شد. حالا تنها با نام ترکستان یاد می‌شود. در کتاب‌های درسی پیشینه تاریخ توجه خوانندگان ترک به آن روانه می‌گشت که دولتداری ترکی چگونه در حدود امروزه ترکیه تشکل یافته است. در کتاب‌های نو روایت تاریخی پررد دیگر شده است. اکنون به خوانندگان پیشنهاد می‌شود که به گذشته کشور همچون بخشی از تاریخ واحد ترکیه، یعنی از ترکستان باستان تا ترکیه معاصر نظر کنند. وزیر معارفی ملی ترکیه گفته است که آنها با عوض کردن نام آسیای مرکزی می‌خواهند کودکانشان این منطقه را با نام ترکستان و همچون بخشی از جهان ترکی بشناسند. کارشناسانی که رادیوی آزادی با آنها هم صحبت شد برای نظرند که عوض کردن اصطلاح آسیای مرکزی به ترکستان تنها به خوانندگان مکتب‌های ترکیه دخل ندارد، بلکه این یک قسم بزرگ استراتژی یا دورنمای بزرگ ژئوپلیتیکی انقره می باشد. ترکیه علیه گسترش همکاری‌های نظامی را با کشورهای منطقه شروع کرده است. همزمان نقش سازمان دولت‌های ترکی بیشتر می شود که انقره آن را همچون یکی از ابزارهای کلیدی همکاری در منطقه می شمارد. با گفته دکتر علم‌های سیاسی از دانشگاه انقره اورهان غفارلی، ترکیه با این راه هویت منطقه‌ای را تشکل می‌دهد. البته دیدگاه‌ها به این تصمیم یکسان نیست. بله، تا جای میدونیم تغییر نام آسیای مرکزی به ترکستان در کتاب‌های درسی ترکیه در داخل آسیای مرکزی واکنش‌های گوناگون را به بار آورده است. از جمله قرار ترکیه در جامعه تاجیکستان که خود را کشور فارسی زبان می‌داند بعض نارضایت‌ها را به وجود آورده است و سوال دیگر هم از کیومرث درباره واکنش‌ها از تاجیکستان بود. خیرامان، البته تا این دم در تاجیکستان بعضی از تاریخدانها نظر و موقع خود را گفتند، اما واکنش رسمی مقامات دسترس نیست. تاریخشناس تاجیک عبدالولی شریف زاده در یک صحبتش گفته است که آسیای مرکزی نه همیشه ترکستان نامیده میشد، بلکه اینجا سوغد و باختر و خوارزم و فرغانه بود. کمال‌الدین عبداللهیف تاریخشناس دیگری تاجیک برای نظر است که گذشته منطقه به قدری کافی غنی است و در صورت ضرورت میتوان دلیل‌های را برای هر کدام از مفهوم‌ها پیدا کرد، خواه آسیای مرکزی باشد، خواه ترکستان و یا ایران زمین یا ایرانی بزرگ. با گفته او اقدام‌های ترکیه نزاع جدی را به وجود نمی‌آورند، ولی در عین حال تاجیکان را از فضای یگانه منطقه‌ای بیرون می‌گذارند. борьба с пантюркизмом у нас же чуть ли не стала частью нашей идеологии. مبارزه با پانتورکیزم در ما قریب به یک قسم ایدئولوژی ملی تبدیل شده است. یعنی برای ما این یک راهی حمایت خود است. ما تنها یک جمهوری فارسی زبان داریم و از این رو حفظ هویت فرهنگی، زبانی و تاریخی خاص خود برای ما بسیار مهم است. بنابراین ما نمی‌خواهیم که ما را زیر یک جامعه عمومی ترکستانی گرد آورند. Нас гребли под общую туркестанскую гребенку.
به عقیده کارشناسان دیگر که رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی هم صحبت شد، احیای اصطلاح کهنه ترکستان خصوصیت اکادمی ندارد بلکه بیشتر سیاسی است. خبرشناس روسلان سلیمانوف گفته است که رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان می‌خواهد خود را همچون پشتیبان و رهبری مردم ترک معرفی و موقع خود را در این نقش مستحکم کند. با گفته او روسیه و چین در منطقه علیه موقع استوا را اشغال کردند و برای انکره رقابت با آنها آسان نخواهد بود. تشکر از همکارم کاوه مرسیاتو که درباره کتاب‌های نوی درسی در ترکیه تفصیلات داد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. گرمای رکوردی روزهای اخیر حیات ساکنان کشورهای مختلف اروپا را طاقت فرسا کرده است. در بخشی بزرگ کشورهای این قاره برای اولین بار حرارت از 40 درجه سلسی بالا رفت. روز یکشنبه نهادهای بهداشتی فرانسه خبر دادند که طبق تخمین‌های پیشکی در 3 روز گذشته در این کشور هر روز بیش از 1000 نفری با سبب گرما به هلاکت رسیدند. با آغاز هفته روان هوا کمی معتدل‌تر شد ولی هنوز هم از 30 درجه بالا بوده. از مردم و به ویژه افراد سالخورده درخواست شده است که بیهوده زیر آفتاب نروند و زیاد آب نوشند. خبرنگار رویترز درباره تجربه جالب نقل کرده است. مقامات ایتالیا یک دستبند الکترونی را ستایش دارند که در گرمای طاقت فرسای امساله مردم بیمار و به خصوص کهنسال را از خطر نفسگیری یا بیماری های دیگر امین نگاه می دارد. هفته گذشته و روزهای اخیر حرارت در شهر روم تا به 40 درجه نزدیک شد و مردم این شهر و گوشه های دیگری اروپا را به تنگ آورد. گرمای طاقت فرسا در اروپا که تاکنون کم دیده شده است برای بسیاری ها به یک خطر مرگاور تبدیل می یابد. دینا گاتزل 85 ساله در روم تنها زندگی می کند. در این وضع آسیب پذیر است زیرا در صورت یگان فلاکت کسی نیست که به کمک او بشتابد. با وجود این گاتزل میگوید با خاطر آسوده زندگی می کند زیرا به شرافت تکنولوژی هوشمند کسی هست که او را نظارت کند. دستبندی گاتزل الکترونی است که به گروه ماموران طبی و اجتماعی امکان میدهد از وضع صحتی او آگاه باشند و نیازهای طبیش را پیش بینی کنند. این ابزار نبض دل، خواب و افتادن ناگهانی پیرزن را ثبت می کند و در حالتهای فوق‌العاده ماموران به یاریش میشتابند. حالا که حرارت در روم به 40 درجه رسیده است، مقامات دستبند را وسیله مهمی پیشگیری از خطر برای صحتی ارزیابی میکنند. پیر پومنتی روانشناس و هماهنگساز مرکز دستگیری این طرح در یک داروخانه است. این دستبند در این گرما برای پیرانسالان نهایت مهم است، به ویژه برای آنکه فشار خون آنها پست و نبضشان سست‌تر می شود. آنها واقعا از گرما رنج می کشند و این ابزاری ضروری است. ما اینچنین درک کردیم که این وسیله به آنها کمک می کند تا با وجود گرمای شدید و عرق زیاد خود را آرام نگه دارند. دستبند رایگان تقسیم می شود و بخشی از طرح امین نگه داشتن پیرانسالان با ارزش 456 میلیون دلار است. طرح را سال گذشته شهردار ریم با مبلغ گذاری اتحادیه اروپا برای دوران پس از کووید آغاز کرد. بر اساس طرح همچنین پرستاران همه روزه به پیرانسالان احتیاجمندان زنگ زده میپرسند که داروهایشان را گرفتند و یا در این گرما چه حال دارند. گاهی همین گونه به درد دلشان گوش میدهند تا خود را دلتنگ و تنها احساس نکنند. هرچند بعضی‌ها به دلیل نگرانی از دخالت به حریم خصوصی به این فناوری پیشرفته با شبهه می‌نگرند، گاتزل اهمیت آن را خوب درک می‌کند. من پیشتر یک گربه داشتم اما آن هم مرد. من برای آن کمک خواستم که گربه زیبایی بود. دیگر آن را ندارم. حالا اگر حالم بد شود این دستبند وسیله نجاتی من است. من آن را همین طور می‌بینم. تشکر به همکارم طاهری سفر برای این گزارش و بینندگان ارجمند. در همین لحظه ها این نشر برنامه اخبار آزادی به پایان می رسد، ولی خبرنگاران آزادی برای شما خبر و نوگانی های بیشتری هم دارند. برای این به سامانه ما azadi.org وارد شوید. اینچنین از صحیفه های رادیوی آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و ایکس پیگیری کنید. از ما فعلا همین. خدا نگهدار.